سلام، اینجا صرافی ویترین کارت و اومدیم با یه آموزش دیگه در خدمت شما باشیم. حالا مبحثی که امروز میخوایم بهتون آموزش بدیم حوزه بلاکچین هستش. بلاکچین اسمیه که تا حالا اگه یک ذره توی دنیای فناوری اطلاعاتی داشته باشین یا فعالیتی انجام بدین حتما به گوشتون خورده. بلاکچین در معنی لغوی به زنجیره از بلاک‌ها گفته میشه، ولی توی دانش فناوری یه ذره متفاوت‌تر و اونجوری که فکر میکنیم به این سازوکار لغوی نیست، که این اتصالات زنجیره‌ایه که باعث میشه که امنیت بلاکچین رو کاملا تضمین میکنه و یه جورایی داده هایی که توش ثبت میشه رو دیگه نمیشه تغییر داد، یعنی نزدیک به صفر میشه احتمال تغییر دادن اونها و برای همیشه توی اون بلاک ها تمام این داده ها ثبت میمونن. فناوری بلاکچین رو میشه یه جورایی یکی از بزرگترین دستاوردهای قرن 21 دونست. اگر بخوایم بلاکچین رو به صورت عادی برای همون افراد توضیح بدیم، بلاکچین مثل یه دفتر کل غیر متمرکز میمونه که توش میشه راحت هر اطلاعات یا هر دیتا و داده رو خیلی راحت ثبت کرد. خب الان براتون سوال پیش میاد که بلاکچین چه فناوری خاصی داره که با خیلی از دیتا سرورهای دیگه قابل مقایسه نیست، یا این همه پایگاه داده داریم. خب بلاکچین هم یکی از اونها میتونه باشه. یه چیزی که واقعا بلاکچین رو با پایگاه‌های داده دیگه متمایز میکنه اینه که بلاکچین تمام اطلاعاتی که توش ذخیره میشه، از داده چه فیزیکی و چه غیر فیزیکی، هر نوع اطلاعات و دیتایی که توش ذخیره میشه به صورت غیر متمرکز هستش. شما اگر بلاکچین رو با یه دیتا سرور بانک در نظر بگیرید، تمام دیتای شما داخل یک بانک، حالا به صورت دیتا سرور یا اکسل یا هر فرمت دیگه یا هر نوع دیگه این اطلاعات ذخیره میکنن و نگهداری میکنن و هر وقت هم که بخواد اون بانک میتونه هر دخل و تصرفی که بخواد داخلش داشته باشه. ولی بلاکچین اینجوری نیست. توی بلاکچین از اون نسخه شما، از نسخه تراکنشات شما یا از اون نسخه دیتا یا اطلاعاتی که شما گذاشتین چندین نسخه دیگه تولید میشه و در چند رایانه دیگه هم قرار میگیره. توی بلاکچین هر تراکنشی به صورت تغییر ناپذیر و دائمی ثبت میشه. همینه که یکی از تکنولوژی‌های اصلی دنیای ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی ها همین بلاکچین هستن. به لطف بلاکچین ارزهای دیجیتال به وجود اومدن، جابجا میشن، ذخیره میشن و اگر بلاکچین نباشه ارز دیجیتالی هم وجود نداره. خب اگه بخوایم به ویژگی‌های منحصر به فرد بلاکچین توجه کنیم، بلاکچین چند تا خاصیت خارق‌العاده داره. یک، تغییر ناپذیر بودن و شفافیت توی بلاکچین. هر دیتا، هر داده‌ای که توی بلاکچین ثبت شه تغییر ناپذیر و واسه همیشه به صورت دائمی ثبت شده رفته. دو، غیر متمرکز بودن بلاکچینه. بلاکچین با نودای اختصاصی که برای خودش داره یا همون گره‌های اختصاصی باعث شده که هیچ نهادی نتونه رو اون نظارتی داشته باشه و توسط هیچ کسی نه اداره میشه و نه دسترسی دارن بهش. این یکی از بزرگترین قابلیت‌های بلاکچینه. سه، امنیت پیشرفته اوناست. همین که بلاک‌ها جایی رو برای ذخیره سازی نیاز ندارن و به یه سرور خیلی خوب و عالی نیاز ندارن که تمام اطلاعات داخلش ذخیره شه و اطلاعات به صورت غیر متمرکز بین زنجیره‌ای از بلاک‌ها که همدیگر رو تشکیل دادن ذخیره میشه، امنیت اون رو تضمین میکنه. یکی دیگه از قابلیت‌های خیلی خوب بلاکچین که میشه بهش اشاره کرد، سرعت در تصفیه و واریزاست که این امر یکی از چیزایی که توی بلاکچین، توی بازار ارزهای دیجیتال خیلی چشمگیره. شما مثلا قدیم که می‌خواستین برین یه تراکنشی انجام، قدیم که نه، همین الان اگه بخواید برین یه تراکنشی انجام بدین، اگه بانکی باشه که حالا بستگی به ساعت اداری بانک‌ها داره، ممکنه تراکنش‌های شما زمان خیلی زیادی رو ببره یا هر نهادی بخواد اونا رو چک کنه و داستان رو پیگیری دارید. ولی تو بلاکچین ما همچین چیزی رو نداریم. شما هر تراکنشی به هر میزانی که میخوای از هر جا به هر جای دیگه خیلی راحت میتونی انتقال بدی در کمترین زمان. یعنی ممکنه تراکنش شما توی 1 یا 2 ثانیه بعد به مقصد خودش برسه و این یکی از قابلیت‌های فوق‌العاده‌شه. شما در نظر بگیرید یه کارگری داره خارج از کشور خودش کار میکنه و میخواد پولی که برای خانواده‌اش پولی که از کار کردنش در میاره رو برای خانواده‌اش بفرسته. خب هر کاری کنه نمیتونه بفرسته.
حالا اگر این کارگر توی اون کشور اقامت داشته باشه، نداشته باشه، یا اون پولی که میخواد انتقال بده اون نهادی نظارت نداشته باشه روش و ممکنه خیلی سخت بتونه اون پول رو انتقال بده. ولی این بلاک چین با اومدنش این کار براش راحت کرده و این پول خیلی راحت بدون که کسی چکش کنه، بدون که کسی بخواد اون نظارتی روش داشته باشه، دخل و تصرفی ازش انجام بده، حتی فی کارمزدی که پرداخت میکنه. شما پول اگه بخواید به صورت معمولی انتقال بدی ممکنه کلی ازتون کارمزد بگیرن، چه بانکی چه غیر بانکی، چه کارمزدی که برای حواله های ارزی انجام میشه. ولی تو بلاک چین اینجوری نیست. شما یه کمیسیون خیلی کم که خیلی کمتر از همون روش سنتی خودمونه پولتون رو به سریعترین حالت ممکن، به بالاترین امنیت ممکن به مقصد خودش میرسونید و اینه که خیلی یه فناوری چشمگیر شده و طرفی هم خیلی از این بانک‌ها رو باش دشمن کرده، چون با اومدنش و فراگیر شدنش میتونه واقعاً توی رقابت خیلی سریع از بانک‌ها بزنه جلو. برای همینه که خیلی از نهادهای دنیا و حکومت‌های مختلف فعلا دارن مخالفت میکنن با پدیدار شدن بلاک چین و ارزهای دیجیتال، هرچند جلوی پیشرفت رو نمیشه گرفت. برای سخن پایانیمونم طبق همیشه آموزش‌های ما رو دنبال کنید. ما یه سری آموزش برای شما در نظر گرفتیم که با دیدن به ترتیب اینا میتونید از 0 کیلومتر به یه آدمی که کاملا با این بازار دست و پنجه نرم کرده تبدیل بشید. خیلی مخلصیم، مواظب خودتون باشید.